Burada şamlar kare. گفتم Ne geldim şurada kadar. Buradan içeri girdim. Bu şahara katılıyorum. بسته ماما اون مهمون شما شما burada tursa. Tursa ne? Vade kanal va yare piyo diga vade kanal diga. Yine gustum ligot. Dega mar seriya kop dodam şa. Grifri ne git xudet ki ne ki seriya kopi terime giro. فقط جنگ جو سود مراجعت نکرده مسئله سود سود دو بود مراجعت کردم تعینات گرد بود هیچی یکو اساس نیست hayır burada tayin geldim mesela yine perspektif gelenler yaptım perspektif böyle buraya geldim ben perspektif yoğun sancılı istediğim خب خیلی ترتیبات بدم برای پیشترم که بریم با اون خطوطی و همه اونهایی که امروز تعیین میشن کارتچکا میدهان البته کارتچکا پرمیشن نسبت به کدومتو سپورش دستوری که میشن رو تحت نظارت شما راحت می‌بینید و هر یک کسی که در این جمهوری دفتر ایمانده با مدیر قید میشد وقتی سوالش میره اون مراجعاتی شما کردگی معاون رو تحت نظارت می‌کنید برام اومدگیم فلچی دست و پا دارم 7 سال شد. امی گودک کلام شده که یکم مش رئیس ما باید دیگه قوت برداشته گشتن نداریم و گودک میخواد که بیرون تماشا کنه میخواد که بیرون ده بگرده باید یک کالیوسکا در کار که ما باید بگردونیم در دوره تو سولینا آمده مردم ها تصمیم کرده دودیم در یقون نویه این کارو نمیکنیم برای که خیلی شما ایوانمون بود این پولیتمون بود کردیم دودیم برای چی نومش رو پیشون نکردیم در تبرز برای خواب دیگه ببینیم و ایسوی بردودی وجود ایسوی اکتازم موی شرفی رمضان است در موی شرفی رمضان مثلا شرف کنیم سرشی من حرکت میکنم که باید چی دودم خب در دهه چشم سوری یک مسکن شدگیم اونجا روزمانه میتیان عذاب داره مجبور شدیم اومدیم از در یک کارخانه جایی که نمای زورم نمیرسه فرزند کسلی دارم خودم سلامتی ما گم کردم روی عذابی هم خونه من دیگه نمیخوام که جای ما در عذابی هم خونه بود امکانیت چی باشه ما را دستگیری کنیم دستگاه پرزیدنت عرضه کردگی دیده براییم چند تا فرزند داری؟ یک تا بچه داری پدرش زنده هستی؟ پدرش زنده پدرش زنجلوه امروز شما را غم میتین امروز شما را نمیمونه در روز زندگی کردن امروز باید میکنن و نظر تو شونی که قرار سود برمونده شما میتونید در سود مراجعت کنید این بحث سودی است در شما اما مسئله اونه که شما آمده الله شما را جای زیست بتیم من میکنم از نه حالا که بعد از اونی که در نویه اخیران مرتبه در سال 2015 412 لیتر زمین اجرا کردگیم تا روزی که با این اتفاق آمدن میبرد تمام زمین تقسیم شد موندگی است شما خیلی صحبت میتونید با سامی محله یا دوران که بسیار یک تا معلومچه ورزشی خود یک تا زمان با آقای رئیس جماعتی سرس در دوره پایداری بیرون سوختمونی اگر باشد در دوره همون زمینهایی که اگر از وی بیرون باشد بینید جاشون را معین کنن بعد از سیبینه باشد قرار پیشونی حکومت هم ممکن پیشون نکنه تشخیص من رفتگه کسایش دیگه من جا ندارم من خونه اپم داریم یک شب چند نفر از این رفته دید؟ دو نفر اتش کسایش دیگه بخلی کومی چی که این سوالستان شروع بودی کدا بود وقتی که خوب برو باید کردم اینو واقعا باید چوچوک زندگی میکردم جماعت دیوتی دامدن بازی باشد در سال وزبین بودنی و این اپشون در دومی هست وایم خوب با هر محترم رئیس وایم جدام کارفران کنم یا اپشون در دومی هست 35 میشینم همونجا واقعا که هم نشدگیم ما شما را همچون احتیاجمند اولین درجه ایشون میکنیم در جایگاه جو پیدا میشود در وجود میشه پیشون کنیم خیلی گرفتن رحمت نگرفتن این از کردن این سخنش من کلودامای هستن که در نوبت سوداگیان این کنیت روی اولین درجه کشی در اون جماعت دیگر هم که باشد پیشون کنیم بازا فعلا خطانم مکتوب ترکیه دست من بودم من بودم ولادت سپاریدم گفت که دو هفته بعد جوابش میگیرید دو هفته بعد بود دو بار یا موقع پیشتم من رفتم که رفتن نمونه درم داریم پیش رئیس کلام دارم اکی ارتباط دارید که از حالی ما بدتر بناش همینه که و رئیس ممکن نگه که تشکیل میکنه بود یک شلوغ دیگه بنیاد کرده یک 16 تا اهالیه اما آخر 94 تا دیگه شلوغ اخوجری روگی خود 27 تا همه گذکار رئیس 5 مکتب میخوانند یک کل چراغچی میرود یک کل اخوجان میرود یک کل جوان میبیاد یک کل میجات بسم الله میخوانند اگه یک طرح که شما رئیس که برای
به هم گفت که کل راه کنید که همین روی دور داریم و رفته آمدن همیشه بسیار اعتماد نکردن چیزا اشما اگر نشه راه نرمال بوکی مسافر سرگردان نشه بیا خطرناکه دیگه چی نکن من خودم جان قایق چکنم در همین سین سال مدیر شعبه معارف کم تا مسئولیت بلند همه میخواد مکتب برای اون که درست مردم دیگر فهمه که گپ درباره چی رفته سود است گپ درباره اون رفته سود است که در همون دهاتی که در اینا میخوان یک مکتب زمانوی باید میساختن مکتب زمانوی ساخته شود با اندازه مساحت 1 هکتار زمین بود نه 1 هکتار زمینی که از سوی به زمینه کورا میگه اسم کورا میگه جدا کرده و با قرار حکومت جمهوری ترکستان نشد البته با قرار رئیس نویا دنیا و دادن ممکن نیست ما نمیتونیم لیکن اون چیزی که پروسیدور اینا واسطه بود مراقبه کردیم این معنی را نداره که همین خیلی تمام مدیر شعبه معارف معاون صاحبی معاون دیگری ساختمان خیلی رئیس کمیته اداره زمین حالا رئیس جماعت این مسئله را پیگیری کنیم با فکر می‌کنیم برای این بابا عزیز ما اصلا نمیره مکتب اینا در خونه که نمیروش خونده سود است یک کاری خیر میخواد بکنه من نمیدونم اینا کو کدام میدونه که اون مکتوب در کدام ولایت قرار داره مدیر معارف همون چیز درک داره زمین چه پیشنهاد کرده رفتیم گرفتین اونی Ondan gittiğimiz spor. خیلی نمیخواد برادر عزیز ده مردم میگن کارا نمیکنیم بعدم گپ جون میشه چی خیلی داره که خیلی دو آلوده شما راست تکی بیاید من خودم قبول کنم بیا رجاتور دست من تیم و خودم اینجا سپورتشو را میتم ما در یک ماه با فکر ما میده افشانی میاندازیم در کل شب تا صدر وزیر معارف و علم جمهوری ترکستان من خودم میبرم اگر پیغام ایروز باشد طرف دست و یا مرا پیش دکتر گفتن رو گذار من میرم دکتر من 3 بار شد میزگرم دکومنتام خیلی میشه تمام میشه دکتر نمیام چرا نمیام اینا مثلا دکتر سوراب کیاس جدید خب در فرانتپا مایبی میتیان آیا نفخه گروه مایبی بود بیرون در یوم نمیتیان در فرانتپا میتیان دکومنتاش قرار بینه اومده گفته باید فرانتپا باشه کابل زور کنیده هستیم راه پولی رفتن آمدن تا فهمیدید تا فرانتپا رفتن آمدن خدمت فرزند تا ما وایسون خودمون پرداخت بکنیم خب ما شهر رمضان آمده سوال گفتن دکتر چیکار میشه بعد کودکک تو رو نشونته اونجا را نکی مساعدت کنیم با اینجا رفته 2 روز دیگه در فرانتپا نیست شوهرم مایوبی سیم گروه بود با اینسول گرفت با تماما دیگه راه گشتن نمیتونم مراجعت کنم گفتم بعد 10 روز خوب اما شرایط ندارم بعد 10 روز کنیم باید شما بدن خوب بکریان بعدم خواب قرابلون شد من جلوم روبار تلفن می‌کنم چند سال نشد ما مخابر میتونم رو خورم 1 میلیون جوان مرد رئیس جماعت نمیخواد بگی ما یا کار دادو گوسفندا دارم یا گوسفند فروخت ما میرم میکنم هم خیلی جوان مرد здесь نداره مقصد شدن طرف دولت پرزیدنتی ما جای زیست استقامت بتیم که ما جا نداریم هم جا دخواهیم راستی گب رهدم بگم چیه راسته از بس که شرایط نداریم شما گروهی دیم این چیه راهی داره کسلیه آچه من راهی دارم چند سال آچه ما دوادا کردیم بانیسته ها دو پول سپاریم دخترها پول گرفتم روز امش چشم خودم ای عصب رکای سرم کت میکشم پلی کار کردی که آرواش ای حسابی دوانینی پس هر سیمو چیو دعوای میراث همون جرا دوران لیکن داور شهروند باز نه پدرشون وقتش زندگی همونجا میکرد اینو در شهر بفرمستان استقامت شهر میکنن پدرشون در همونجا بودگی همون میراث دعوا دوران دو پروندهش در موه بازی ما از پلیس دادم بچه‌ها رو نام فامیلش دادم که یا بعد پروندهش ببینیم که در کدام حالت قرار داره در همینجا همین حوالیای وایده هم خیلی اجاره نشین هم نیو هم خیلی کم بغل گفته شنوندیان شما وقتی که دعوای میراث است دعوای میراث هم وقت با بحث سودی خطر میشه سود اگر طرف شما را بگیرد ضرور بشمورد در دوره قانون درست باشد شما را حتما میتید از همونجا یک قسمتش میگیره میتید لیکن توی وقتی که نداد البته یکم نادرستی است یا یکم گپ دیگر است من نمیدونم بار دیگر ما میگم که سود همه وقت از نام جمهوری ترکستان قرار میبرد و از نام جمهوری ترکستان سخن میکند همون حملاتش میبرد و در این مسئله نه مقامات اطاعت میکنه نه یکم ارگان دیگر حتی پروکراتور اطاعت نمیکنه پروکراتور یک وقت پیشنهاد میکنه که فلانی را 10 سال تیم و سود میبینه میگه 5 سال با درسته رئیس محترم
طول 25 سال زیاد میشه هم زمین ما کار میفرماییم. من امسال گندم کارده بودم، زور کارده بودم، درخت و همه را رئیس محله آدما را پیش کرده، گاوا را برده، گاوا پدر را برده، مال مادر را برده، درخت ما زغیر ما گندم همه را خوران با بار مردم میکنه. مردم چی میکنه؟ مردم مجبور میکنه وای بیا بریم گفته. وجود رئیس هم بسیار آدما خراب یک 10 نفر بودن، 10-15 نفر همه جای مال وای بده چراگاه مردم ده یا گندم کردیان. ما میرم مردم رو با دعوت میکنیم، های مردم ها یک بار دیگه خود التماس کو، های نان های بیان بده، وای نکنیم میگه نه ما التماس هم نمیکنیم، میگه با گشته بکن میکارم میگه. سویش پایداش نمیگه نکنین دیگه. وای سوی دور زمینو فقط وای دماغم میسپرد. آدم زبای میسپرد دیگه. اگه حالا خود بگه که فقط یک روز، سلام روز تاگی محترم رئیس جماعت اوناست که مردم قدر سوزش کنید.